دوستان عزیزم سلام، بهنام رستمی هستم و امروز میخوام عطر و بوی شمال رو با این باقاله قاتق رشتی و این ماهیشور و برنج کته بیارم تو خونه هاتون. پس با من همراه باشین. مواد لازم برای درست کردن باقاله قاتق رو میتونید زیر همین پست ببینین و جایگزینای مناسب برای پاچه باقالا رو هم همونجا براتون مینویسم. اول یه قاشق روغن میریزیم توی گمج و کره رو بهش اضافه میکنیم و صبر میکنیم کره آروم آروم با شعله کم آب بشه. بعد سیر رنده شده رو بهش اضافه میکنیم و کوتاه تفتش میدیم. حالا به سیرهامون نمک، فلفل سیاه و زردچوبه اضافه میکنیم و کمی تفتشون میدیم تا عطر سیر خوب بلند بشه. بعد شیوید خشک یا تازه بهش اضافه میکنیم. فقط حواستون باشه مقدار شیوید اصلا زیاد نباشه و خیلی کوتاه تفتش بدیم که تلخ نشه. بعد پاچه باقاله هایی رو که پوستشون رو گرفتیم به شیوید و سیر اضافه میکنیم و حدوداً 3-4 دقیقه تفتشون میدیم. حالا وقتشه که 2 لیوان آب بریزیم روی موادمون و آروم کمی مخلوطشون کنیم و درش رو بذاریم تا 25 دقیقه بپزه. اگه شمالی باشینم که حتما ماهیشور توی خونه دارین و مثل من تا خورشتتون آماده بشه ماهیشورتون رو هم درست میکنین. بعد از 25 دقیقه میریم سر وقت باقاله قاتقمون و 2 تا تخم مرغ میشکنیم توش و با بستن تخم مرغا این خورشت پرطرفدار گیلانی آماده خوردنه. به به به، چقدر یه غذا میتونه در عین سادگی خوشمزه باشه آخه. امیدوارم شما هم حتما این خورشت لذیذ رو درست کنید و لذتش رو ببرید. اینم از برنج کته و ماهیشور در کنار سیر ترشی و زیتون و ترب محلی و سبزی و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس نوش جانت. در رشت چیز است هر وقت که بخواهی پوشیدن و بغلیقت و اشول ماهی. در رشت چیز است هر وقت که بخواهی پوشیدن و بغلیقت و اشول ماهی. اره اشول ماهی، اره اشول ماهی، اره اشول ماهی، اره اشول ماهی. این برا خواهی؟ چه ما خواهی؟ این خاطر خواهی؟